آقاینی که در هیئت مدیره استقلال نشستن شب فینال جام حذفی هم دنبال تخریب گزینه‌های همدیگه برای سرمربیگری استقلال بودن. 2 گزینه مطرح بود، یکی ساپینتو، یکی همین کاریله برزیلی. ساپینتو به عنوان یک مربی هجومی با یک فوتبالی که دائم تمایل به هجوم داره و در نقطه مقابل کاریله به عنوان یه مربی که ازش به عنوان یه مربی شبیه کارلوس کیروش یاد میکنن. حالا 2 گزینه متضاد، یعنی کاریله برزیلی و ساپینتو پرتغالی روبروی هم شب فینال حذفی. برید این کانال‌ها و پیج‌ها آرشیوهاشون رو شب فینال، آرشیو این خبرنگارایی که به اینها نزدیک هستن رو برین دوباره مرور کنید، خواهید دید که چه جوری افتادن به جون هم که این باشه این نباشه. توی چنین قصه 2 گزینه متضاد برای این که به ما نشون بدن که اصلا نه فکر دارن، نه مطالعه دارن، نه حساب کتابی دارن واسه انتخاب سرمربی. وگرنه نمیشه که شما 2 تا گزینه انتخاب کنی، هر گزینه‌تون 2 تا یه سبک فوتبال متفاوت ارائه بده، 2 تا تضاد روبروی هم، اصلا یه چیز غیر نرمال.